آقا سلام علیکم. سلام آقا. میشه افتتون خواستم جناب. شما کارمند بانکیم بالا سر ما. خوش اومدی. خوب جایی اومدی. مخلصم. قربونت برم. خب نوبت از کجا بگیرم؟ نوبت جلوی در. کجا نوبت می‌رسم؟ دستو خرابه. دستو خرابه؟ من چیکار کنم؟ مسئول اقساط رفت صبونه. صبونه؟ خب رفت نهار. نهار 11 ظهر؟ خب نخوری نهار پشت بمونه؟ نه خب منطقیه. خب حالا چی می‌خواستی؟ من یعنی 13 پرمنج 13 معمولی. چه خبره؟ زامن داری؟ زامن؟ 2 تا. کاسه کارمند نداشته باشی باید نوکیا بگیری. خب سند دارم. سند؟ باجه بغل. باجه بغل؟ بله. سلام. خودتونید که پول نداشتی مجبور شدم خودم وایسم. خب ببینم سند بعد امضا بزنی. امضا؟ آره. 2 تا امضا بزن. خب چی امضا بزنم؟ بفهم. جان؟ ببخشید. بفهم. مرسی. نکش. دردم. بفهم. امضا هم خونی نداره. همخونی نداره؟ آره. کجا دارم؟ باجه بغل مدیر شعبه. مدیر شعبه؟ مدیر شعبه. یالا. شعبه خودتونید که پول نداشتیم دیگه دور خودم وایسادم. بدبختیه دیگه. ای بابا. خب چیکار کنم من الان؟ سیستم قطع. سیستم قطعه؟ بله. اون سیستم بیا. سیستم. کنه خاموشه که خاموشه. نیستش هم هست. این خاموشه اصلا. خب قطع دیگه قطع باشه برای چی بزنم تو پول برق بیادش. من چیکار کنم؟ شما میری فردا 18 تا عکس میگیری 3 در 4 پشت رو وسط پشت اومدی صدا تو قربون این همه وفا تو قربون میدونی که جا تو